دسته برقچه شهرستان مواجه شکست شده بود. این تیم با نتیجه 0-1 در میدان خانگی خود از به آنها که با چی به اتمام میرسد. ارسال سنجر اخسیبویف، جهانگیر اکبرزاده کوشش‌های او و اینجا یک اشتباهی که جهان امکانیت را استفاده نبرد و در ارسال دوم باشد. سنجر اخسیبویف در حالت افساید قرار گرفت. ضربه جهانگیر اکبرزاده و چگونه ضربه خوفناک هم بود. وارد شود از جانب بازیگر تیم اسقاط پرتافت به داخل جریمه جهانگیر اکبرزاده. توپ نرسید. یک ضربه دیگر. توجه میکنیم. ضربه سنجر اخسیبویف و گل. در دقیقه 21 رقابت بازیگر دسته اسقاط سنجر اخسیبویف موفق می شود که توپ را به طور دروازه سردار وارد نماید و حساب را 1-0 به نفع دسته اسقاط گرداند. کنده می شود. حاج اکبر اوزاقوف ضربه با سمت دروازه هرچند پرتافت بویر سنگین بویف و داخل جریمه و چگونه امکانیت بود. اما اکنون باز توپ را با فوتبال بازان دسته سردار و میتواند امکانیت هم باشد برای دسته مهمان. ضربه با سمت دروازه و گل. چگونه گل زیبا زد اینجا بازیگر دسته سردار و خیلی ماهرانه ضربه را اجرا کرد و توانست اون رو تسلیم دروازه توانست نگاه بدارد. میتواند حمله دسته سردار توسط کنار چپ ادامه یابد. نیکروز زاکیروف امکانیت برای دسته سردار و این چگونه ضربه بود. زود سعیدов حرکت های پس به داخل جریمه سنجر اخسیبویف و در آخرین فرصت ببینید که دفاعگر دسته سردار بعداً بازیگر دسته سردار با یک اصول زیبا بر منظم توانست حساب را برابر کند. امکانیت برای دسته سردار و گل. ابوبکر سلیمانوف در دقیقه 46 بازی موفق می شود که حساب را 1-2 به نفع دسته سردار نماید. دسته میزبان ضربه با سمت دروازه و قربان علی باباف چی کار میکند اینجا. این گل از دوستان عزیز در دقیقه 51 رقابت حساب برابر می شود. هرچند ضربه را برگرداند دروازه‌بان دسته سردار اما در ادامه ارسال به داخل جریمه بود و عزت‌الله ترسونوف توانست آن ارسال را برطرف کند. برخورد رسول پایزوف و این دومین کارت زرد کاپیتان دسته سردار است. ابراهیم اوزاقوف ضربه به سمت دروازه اما دو دروازه‌بان است، دو دفاعگر است، سه نیمه‌گر و سه حمله‌ور. ادامه حمله دسته اسقاط ارسال سمندر قدرت اینجا گزارشی بود. پس به داخل جریمه و توپ برگردانده می شود. پرتاب به داخل جریمه ضربه و گل. باز هم سمندر قدرت دوستان عزیز، باز هم بازیگر که از هیئت ذخیره به بازی وارد شد، باز هم توپ رو با دروازه قربان علی باباف وارد میکند و حساب را 3-2 میگرداند. بختیار ظریف و محمد رستموف قید شدند. امکانیت نوبتی برای دسته اسقاط ضربه و گل. حیدرشاه خدای دادوف بازیگر دیگری که از هیئت ذخیره به بازی وارد گردید موفق بشود که حساب را 4-2 کند. بختیار ظریف اصلا گفتم بازیگری است که بیشتر در خط حمله بازی میکنند، اما در پروتکل نوبتی با اشتراک بازیگران دسته اسقاط ضربه به سمت دروازه و این ضربه بگزاد سعید فرا قربان علی. بازم بختیار ظریف توپ در اداره او است، کوشش کرده است دست دفاعگر دسته سردار ولی به هر حال زینه 11 باقی میماند. امکانیت داره بهرومان عظیموف ضربه و با پوغجه که بازیگر ترسونزاده در رقابت‌های دوره ششم نیست از دسته برقچه مغلوب شده بود. فرصت نوبتی برای دسته اسقاط و این مراتب سمندر قدیرف موفق نمی شود و حیدرشاه خدای دادوف گزارش‌های خوبی و پس نوبتی به داخل جریمه و خیلی نزدیک بودن بازیگران دسته اسقاط برای ادامه بازی. بهرومان عظیموف
حمله دسته سردار رو ادامه میده. فرصت برای دسته سردار. ضربه با سمت دروازه و پس نوبتی به سمت جک بروزوخ. در موقع بهرمان عظیموف بازی کرده است کاپیتان فعلی دسته سردار. پس با داخل جریمه گل. ضربه با سمت دروازه و گل. گل خیلی زیبا میزند بازیگر دسته سردار و حساب را تغییر میدهد. ادریس بیکمایکین یک ارسال خوبی دیگر در حالت افسر قرار داشت و یا نه بعدا خواهیم دید. اما اینجا بختیار ظریفوف موفق نمیشود که توپ را از قربانعلی بابایف گذراند. دقیقه آخر وقتی لو کرده داور هم شروع می شود. فرصت برای دسته سردار. پاس به داخل جریمه گفت و چگونه امکانیت بود، چگونه فرصت بود. و با همین تمام دوستان عزیز سطوی هوشتک سیو جون زینالدینوف بلند گردید. سنجر خسیبویف سمندر قادرف و ایدرشاه خدای دودوف بعد افرستوندن. سمندر قادرف مؤلف 2 گل شد. بازیگری که از هیئت ذخیره به بازی وارد گردید و ایدرشاه خدای دودوف نیز بازیگری است که از هیئت ذخیره به بازی وارد شد.